به نام خدا. سلام، من علیانم و امروز در کنارتونم تا دو تا دوسیب با هم دیگه تست رو بررسی کنیم. پس همراه من باشید. حدود 2 هفته پیش ما براتون یه ویدیو درست کردیم از این دوسیب که دوسیب قوطی فلزی نخل هستش و این دوسیب که دوسیب کد 900 پاکتی جدیده و متاسفانه این ویدیو صداش خراب شد و مجبور شدیم ویدیو رو نذاریم براتون. پس این ویدیویی که الان براتون میذاریم یک مقدار از این ویدیو قبلیه رو که قسمت آنباکسش و این است براتون میذارم، اونا رو ببینید، بعد بریم با همدیگه تو این ویدیو کنار همدیگه فقط بکشیم. خب در ابتدا شرمنده که صدای این قسمت ویدیو یه مقدار فرق میکنه. تنباکوی سمت راست همون نخل قوطی فلزی هستش که مربوط به سال 2020 هست تولیدش و 100% اصلیه. میبینید تنباکو کاملا قهوه‌ای شده و همینطور خیلی هم خشکه. تنباکوی سمت چپ کد 900 نخل جدید هستش که میبینید تنباکو کاملا قرمزه و داخل متالایزش پر شیر است و طبیعتا تنباکو پرشیره تره. حالا همینجوری که توی تصویر هم دارید میبینید شیره تنباکو توی برگ ها کاملا مشخصه و همینطور رنگ قرمز تنباکو کاملا داخل تصویر مشهود هستش. توی این قلیونمون این تنباکو که توضیحاتشو کامل عرض کردم خدمتتون رو ارائه بکشیم ببینیم طعمش چجوریه.
این به معنای واقعی کلمه دوسیبا، ولی انقدر طعمش کمه واقعا هیچی آدم ازش نمیفهم. یه دود کم خالی، چیز زیادی نداره. حتی من با شیلنگ چرم تستش کردم که طعمش بهتر بشه برای من، ولی اون چه که از دو سیب میخواید رو این دیگه نداره. واقعا تاریخ مصرفش گذشته. خب بریم سراغ تست کد 900 جدید که هم تاریخ مصرفش جدیده، هم پرشیره تر و قرمزتر. واقعا دوسیبش دوسیب خوبیه، لذت بردم ازش. خیلی طعم خوب و عالی داشتش، در کنار اون دود خوبی هم داره. این خودش یکی از محسنات یه تنباکو خوبه. امیدوارم از دیدن این ویدیو
لذت برده باشید. صفحه یوتیوب منو سابسکرایب کنید و این زنگوله رو هم بزنید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشیم و مطمئن بشید که دوسیب‌های جدید نخل بهتر از قدیمیاست الان و با توجه به اینکه تاریخ مصرف اون قدیمی‌ها گذشته، این تاریخ جدیدا طعم بهتری میده، دود بهتری میده و لذت بیشتری میشه ازش. دوستتون دارم. یا علی. خداحافظ.